فهیم من الان میخوام در ارتباط با O2 Administration Device یا وسایلی که برای تجویز اکسیژن توی اورژانس استفاده میشه خدمت شما توضیح بدم. اینکه اندیکاسیون های تجویز اکسیژن به عنوان یه دارو چیه و ما باید چه کار بکنیم سر جای خودش توی اسلایدها با هم صحبت میکنیم. ولی اینی که ما الان اینا رو بشناسیم و تقسیم بندی کنیم برای یک پرستار و یک پزشک که توی بخش اورژانس کار میکنه خیلی مهمه. کتابا اکثرا اینا رو به دو دسته تقسیم میکنن: لو فلو سیستم ها و های فلو سیستم ها، یعنی سیستم های با جریان بالا و سیستم های با جریان پایین. سیستم هایی که با جریان پایین هستن معروف ترینشون نیزال کانولا یا نیزال پرانک هست که راجبش صحبت میکنیم. سیمپل فیس ماسک یا ماسک ساده صورت هست. پارشیال نان ریبریدینگ ماسک که همه اینا رو من براتون توضیح میدم، وجه تصمیمش رو بهتون میگم. NRB یا نان ریبریدینگ ماسک و چیزی که تو بیمارستان‌های کشور به عنوان ماسک رزرور بگ میشناسنش هست. و در سیستم های های فلو اون چیزی که خیلی معروف هست ونچوری هست، درست شد، تنت هست یا چادر اکسیژن و اکسیهود هست که گاهی موقع در اطفال و نوزادان استفاده میشه. این یه تقسیم بندی که حالا یه کانتروورسی بین بعضی رفرنس ها هست. حالا توضیح بدیم که شما توی بخش اورژانس داری کار می‌کنی اینا چه اندیکاسیونایی دارن. اولی راجع به نیزال کانولا یا نیزال پرانک هم بهش میگن. کانال بینی یه وسیله‌ای هست که برای اکسیژن تراپی استفاده میشه. شما میتونید از 1 لیتر تا 6 لیتر باهاش اکسیژن بدید. 1 لیتر که باز بکنید 24% FiO2 داره. FiO2 یعنی کسر اکسیژن هوای دمی، مخفف fraction of inspired O2. اگر تا 6 لیتر باز بکنیم هر 1 لیتری که افزایش میدیم 4% این میزان FiO2 افزایش پیدا میکنه. یعنی 4% میره بالا، سقفش میشه چند درصد؟ 44%. این یه وسیله‌ای است، یکی از ایراداتی که همکارای ما دارن وقتی مثلا یه کمک بیار یا کسی میره بالای سر مریض یا همراه مریض میخواد اینو دستکاری بکنه، اولا فلوشو خیلی زیاد تنظیم میکنه. اتفاقی که باعث میشه اینه که مریض ممکنه دچار در واقع اپیستاکسی بشه، خشک شدن مخاط بشه، چک نمیکنن مجاری بینیشو. از طرف این وسیله خیلی اندیکاسیون زیادی در اورژانس های مثل دیسترس شدید تنفسی، بیماری که دارای تنفسی خوبی ندارن نیست. یک وسیله هست که کمک میکنه، بیمار داره صحبت میکنه میخواد در واقع توی بخشام باشه، بیشتر توی مریضایی که در واقع بعد از اینکه فاز اکیوت اورژانسشون طی میکنن استفاده میشه. گذاشتنش هم من در واقع همکاران نشون بدم که این ایراد در واقع برطرف بشه. ببین از طریق در واقع باید زیر در واقع گلوی ما چیز بشه. یعنی ما وقتی میخوایم اینو استفاده کنیم این رو باید به این صورت بذاریم. همکارا این کارو نمیکنن معمولا. بعد این دوتا رو در واقع به صورت تنظیم کنیم. اینجوری غلط. الان همه همکارا میذارن اینجوری، بعد بیمار یه چرخ میزنه چیز میشه. این در واقع باید از جلو تنظیم بشه. معذرت میخوام. این تمیزه، نگران نباشید. این رو باید بندازیم پشت در واقع گوش بیمار و با این صورت به بیمار آموزش بدیم که میتونه این رو در واقع رگلاژ بکنه و حالا اون 1 تا 6 لیتر بر اساس شرایطی که هست میتونه استفاده بشه و به سورس اکسیژن وصل بشه. ممنونم، ببخشید من اذیت کردم شما. این پس بهش میگن چی؟ نیزال کانولا. یه وسیله دیگه که خیلی توی اورژانس ها شایع است استفاده ازش سیمپل فیس ماسک یا ماسک ساده صورت. اگه دقت کرده باشید همشون که یک کانکشن اتصال به اکسیژن دارن که معمولا 1.5 تا 2 متره. هیچ در واقع ولوی نداره. اینجا در واقع یک اکسهالیشن پورته، یعنی یه پورتی که خروج هوای بازدمه بیمار رو انجام میده. اینجا یه اینلت اکسیژن داره. من در مورد نیزال کانولا گفتم که 1 تا 6 لیتر اکسیژن 24% تا چقدر 44%. در مورد این توی رفرنس ها میگن از 6 درست شد تا 10 لیتر میتونید بدید و FiO2 رو بین 35% تا 55%، بعضی رفرنس ها 40% تا 60% میگن. هیچ وقت اینو نباید فلوشو کمتر از 5 لیتر باز بکنه، چون بیمار هوای بازدمیشو دوباره استنشاق میکنه، چون اینجا والوی نداره. یعنی مریض که نفس میکشه تو این اگه زیر 5 لیتر باز کنید دچار احتباس CO2 میشه. بنابراین در سیمپل فیس ماسک فلویی که استفاده میکنید چک بکنید زیر 5 لیتر هیچ وقت نباشه. این یه نکته خیلی مهمی که باید در جریان داشته باشید. بعد مثلا شما 5 لیتر رو که باز بکنید، این 5 لیتر شما در واقع مقدارش شروع میکنه مثلا 40% FiO2، بعد مثلا 6 تا 7 لیتر تا در نهایت 8 تا 10 لیتر، این بیشتر از 60% نمیتونه میزان FiO2 رو ایجاد کنه. باز اینایی که میگن باید قضاوت بکنیم. ممکنه یه پزشک یه پرستار اینو میخواد استفاده کنه، بعد میبینه که باید یه وسیله دیگه استفاده کنه. یه وسیله دیگه هست به نام پارشیال نسبی نان ریبریدینگ ماسک. ببینید توی من اول ریبریدینگ ماسک رو توضیح بدم که شما الان بیشتر توی اورژانس‌های دانشگاه ما داریم از این استفاده می‌کنیم. ببینید یه وسیله این ورودی اکسیژنش این که هیچ یه والو اینجا داره، یه والو هم اینجا داره، بعضیشون حتی یه والو هم اینجا دارن، یه رزرور بگ داره. این والو چه کار میکنه؟ اجازه نمیده بیمار هوای بازدمی خودش رو استنشاق بکنه و همین دلیل به اسمش بروش هم اگه دقت کردید نوشته بهش میگن